مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فترة بثنا هذه. اليوم هو اليوم الثاني من أيام الحداد الرسمي الذي أعلنته الجمهورية الإسلامية في إيران حدادا على وفاة ورحيل المرجع الإسلامي الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، مع تقديم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة. عرض سلام حضور شما بینندگان گرامی، اخبار امروز استان را به آگاهی می‌رسانم. مردم عزادار استان با برپایی مجالس سوگواری و عزاداری در سوگ مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت الله العظمى خوئی نشستند. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، به همین مناسبت صبح امروز مراسم عزاداری و سوگواری با حضور حجت الاسلام و المسلمین فاضل فردوسی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر، روحانیون، مسئولان ادارات و نهادها و قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع عطار بوشهر برگزار شد. در این مراسم پس از نوحه خوانی و سینه زنی شرکت کنندگان در سوگ مرجع عالیقدر عالم تشیع، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر ضمن تسلیت ارتحال عالم بزرگوار حضرت آیت الله العظمى خوئی به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای و مردم عزادار به زندگانی و شخصیت و خدمات آن عالم تشیع به عالم اسلام و مسلمین اشاره کرد و رحلت آن مرجع عالیقدر را ضایعی بسیار بزرگ برای اسلام و مسلمین دانست. به همین مناسبت مراسم و مجالس عزاداری در مسجد سید محسن حسینی و الزهرای کاکی، مسجد جامع بندرریگ و روستاهای بردستان، امام سجاد دهقانی، مسجد النبی جرواهی و مسجد جامع برازجان برگزار شد. به مناسبت بزرگداشت ارتحال مرجع عالی مقام عالم تشیع حضرت آیت الله العظمى خوئی، مراسم عزاداری و سوگواری بدین شهر در سطح استان برگزار می شود. ساعت 18:30 امروز در مسجد سید الشهدای کویه شنبدی بوشهر، ساعت 20 فردا در مسجد قائم آل محمد احرم، صبح و بعد از ظهر فردا در مساجد سید محسن حسینی و الزهرای کاکی، حسینی میرزای خرموج و ساعت 17 امروز در مسجد ولی عصر دلوار. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی مجلس بزرگداشت باشکوهی به مناسبت رحلت آیت الله العظمى خوئی مرجع عالیقدر تشیع در مسجد امام خمینی تهران برگزار شد. مجالس بزرگداشت رحلت حضرت